یک نفر ابو طالب، علی که دنیا رو به لرز انداخته، مقابلت من شد تا کمر ابو طالب. برای تولدش به گفته تاریخ چند تا خونه بوده که به نقل رابیه، خب اما کعبه جای میلاد علی بوده. پس با این حساب علی کجا؟ تو مقام مرتضی بس فاطمه بهش بلی گفت.